در پنانگ مالزی جاده‌ای معروف و بدنام موسوم به جاده تمپه وجود دارد. حوادث و اتفاقات اسرارآمیز و مرموز بیشماری در آن جاده رخ داده است. اکثر اوقات قربانیان به همراه وسیله نقلیه خود به داخل دره عمیقی پرتاب شدند. عده اندکی از مهلک جان سالم به در برده و فرار کردند. طبق اظهارات بومیان آن منطقه، سالها قبل یک تصادف دلخراش و مرگبار در آن جاده رخ داده است. در آن تصادف خانم جوانی کشته می شود. ظاهرا روح آن خانم نیمه های شب به طور ناگهانی مقابل رانندگان بد اقبال نمایان می شود. از آنجایی که جاده باریک و پیچ در پیچ است و یک سمت آن مملو از صخره و سمت دیگر آن یک دره عمیق قرار دارد، تمام رانندگانی که سعی کردند به نحوی فرار کنند کنترل ماشین را از دست داده و به قعر دره سقوط کردند. ظاهر روح مثل یک انسان عادی است و عده اندکی جزئیات چهره او را به یاد دارند، ولی اکثر افراد می‌دانند که او موهای بلندی دارد و همیشه ردای سفید می‌پوشد. چند سال قبل حادثه وحشتناکی در ارتباط با این روح برای دو مرد جوان رخ داد. آن دو که آدریان و لئو نام دارند، حدود ساعت 1:30 شب به خانه برمیگشتند. در آن ساعت از شب هیچ وسیله نقلیه‌ای در جاده به چشم نمی‌خورد. زمانی که به راه ورودی دریاچه پشت سد رسیدند، ناگهان آدریان متوجه شد که خانومی سفیدپوش وسط جاده راه می‌رود. پشت آن خانم به آنها بود و در نتیجه فقط موهای بلندش به چشم می‌خورد. آدریان از سرعت ماشین کاست تا بتواند چهره آن خانم را ببیند. از لئو خواست که نگاهی به آن خانم بیندازد و وقتی متوجه شد که لئو هم می‌تواند آن زن را ببیند، خیالش تا حدی راحت شد. آدریان نمی‌توانست باور کند که روح دیده است و از اینکه خانمی تنها در آن ساعت شب در آن جاده قدم بزند تعجب کرده بود. حتی در روز روشن هم کسی جرأت نداشت پیاده به آنجا برود، چون جاده کم عرض و به شدت خطرناک بود. علاوه بر آن یک زن تنها در آن ناحیه کوهستانی چه می‌کرد؟ آدریان نگاهی به لئو انداخت. لئو وحشت زده به نظر می‌رسید. وقتی به زن نزدیکتر شدند، آدریان ترمز کرد. زن به آرامی رو به آنها کرد و آنها در کمال حیرت متوجه شدند که او چهره‌ای بسیار وحشتناک و خون‌آلود دارد. آدریان حدس پیدا کرد که او یک انسان نیست. در نتیجه به سرعت پایش را روی پدال گاز فشار داد و تصمیم گرفت زن را زیر گرفته و فرار کند، ولی نمی‌دانستند بعد از زیر گرفتن آن زن چه بلایی سرشان می‌آید. چند ثانیه بعد لئو به پشت سر نگاه کرد تا ببیند که آیا زن هنوز آنجاست یا نه و با وحشت فراوان سر آن زن را دید که روی صندلی عقب قرار داشت. لئو آنچنان ترسیده بود که نمی‌دانست چه کند. آدریان هم از آینه نگاهی به عقب انداخت و متوجه شد که زن بدون سر در تعقیب آنهاست. پس از آن حادثه آدریان و لئو تا مدت‌ها شوکه بودند و قدرت تکلمشان ضعیف شده بود. بعد از مدت زیادی جریان را برای نزدیکان خود تعریف کردند و تصمیمی گرفتند که هرگز به آن جاده نزدیک نشوند. No! God, please, no! 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 No!